یک روز تعدادی از کلاغ‌ها غارغار کنان بیرق‌های سرخ برافراشته بر بالای عمارت شمس العماره را پاره می‌کنند و به باد می‌دهند. تیراندازی تفنگچیان هم از داخل عمارت نمی‌تواند مانع آنها شود. احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه ایران می‌گوید شکی نیست که کلاغان نه آگاهی از مشروطه داشتند و نه دشمنی با محمد علی میرزا، ولی حکومت محمد علی میرزا در حال برافتادن بود. الان مسیری که ما میریم به سمت روستای زادگاه ستارخانه، منتها منطقه‌ای که قرار داریم منطقه ارسباران. روستای زادگاه ستارخان سردارکندی نام داره که قبلا اسمش روستای بیشک بود، نزدیکای شهر ورزقان، تقریبا 80 کیلومتری تبریزه. یک عکس خوب به نظر من بهتر از هزاران کتابه. عکسای امروز برای آینده حامل پیام‌های زیادی است. سه تا که امروز عکاسان ما سعی می‌کنن که از تمام وقایع عکس بگیرن. منم دوست داشتم که وقایع دوران گاتار، مخصوصاً وقایع مشروطه را که این عکاسان مثل اون سرداران سربدار مشروطه اونا تفنگ به دست گرفتن و عکاس‌های ما هم دوربین به دست گرفتن. عکاسانی مانند محمد حسن گاتار، میرزا عبدالله گاتار، از مهمترینشان استپانیان که در جبهه مجاهدین دوش به دوش اونا می‌جنگید، در مواقع استراحت میرفت پشت دوربین. اکثر این عکس‌هایی که شما از سربازان، از سرداران مشروطه می‌بینین کار ایشونه. چهره‌های هر کدوم از این هایی که تو این عکس هستن یه عالم حرف داره، یا از نظر لباس، از نظر مردم شناسی، تمام اینا ارزش تاریخی داره. اون دانش آموز، دانشجو، جوانی که این عکس رو می‌بینه و امثال این عکس رو، براش سوال ایجاد میشه که اینا چیکار کردن؟ اینا چه نقشی در تاریخ زندگی ما، ایران ما داشتن؟
یه داستانی هست میگن که وقتی که قاطرچیای مظفرالدین میرزا با چند نفر درگیر شدن، صمد خان و احمد خان، بهشون توهین شده بود، برگشته بودن حق خواهی بکنن تو تبریز. ستار رو پدرش مسئول میکنه که اینا رو ببره توی باغی. اینا خبردار میشن، حمله میکنن به اون باغ. بعد تو درگیری صمد خان احمد خان کشته میشن، ستار زخمی میشه. تو کتاب‌ها نوشتن 17 ساله بوده، ولی تو این داستان میگن که 13 ساله بوده. اینو میبرن زندانی میکنن. برادرش چون مادرش گریه میکرد میره دنبالش، میره پیش مظفرالدین میرزا، میگه برادر کوچیک منو گرفتن. بعد میپرسه، این میارنش، میگه خب این پاش زخمیه، اینا مداوا کنه. دکتر صدا میکنه، این معاینه میکنه، میگه که باید پاشو ببریم. ستار اعتراض میکنه، میگه که میخوای بهم بگن ستار شله؟ بعد مظفرالدین میرزا میگه که خب پس پسرم چیکار کنیم؟ دکتر میدونه دیگه، تو که نمیدونی. میگه چرا، راه حل دیگه هم هست. انگشتشو میزنن تو سوراخ گلوله، از اون ور گلوله در میاد بیرون و همونجا مظفرالدین میرزا بهش آفرین میگه. به برادرش میسپاره که از این نگهداری کنه، یعنی در آینده مرد بزرگی خواهد شد. ما الان در جایی ایستادیم که سامان میدانه بهش میگن. بخوایم معنی کنیم بازار کاه فروشان. زمانهای قدیم میشه گفت خرید و فروش اسب اینجا اتفاق میافتاد. یکی از مکانهای خرید و فروش اسب بود. ستار خان که شغلش دلالی اسب بود، این محله کارش بود، پاتوقش بود، خیلی اینجا هم میومد. طبیعت که میبینیم مربوط به طبیعت قره‌داغه، جایی که ستارخان بچگی‌هاشو اینجا گذرونده و به جای اینکه مدرسه بره از اینجا درس گرفته، از استواری‌های کوه‌هاش، از استقامت کوه‌های قره‌داغ. پدر ستارخان این مسیر رو از تبریز پارچه می‌خرید، این مسیر رو می‌آورد توی روستاها، پارچه ها رو میفروخت. خب مسلما ستارخان هم خیلی با ایشون به شهر تبریز رفت آمد کرده. وقتی ستار شروع نوجوانیش حدود 9-10 ساله بوده، کوچ میکنن و در تبریز مستقر میشن و از زندگیشون اونجا آغاز میکنن. جایی که میبینید محله امرگوز هست، جایی که بهش امیرخیز میگن، و سمت چپ محله دوچی هست به معنی شتربان. این دوتا محله خیلی قدیمی هن و خیلی جالبه که این دوتا محله با یه کوچه خیلی باریک از هم دیگه جدا میشدن که البته الان خیابونش کردن. و خیلی جالبه که زمان مشروطه این دوتا محله با وجودی که خیلی نزدیک به هم بودن، ولی از لحاظ موضع خیلی با هم دیگه فرق داشتن، خیلی متضاد بودن. محله دوچی که در واقع محله میر هاشم دوچی بود، سردسته مخالفین مشروطه. در نقطه مقابل این قضیه محله امرگز رو می‌بینیم، امیرخیز رو می‌بینیم که ستارخان ازش در اومده. ستارخان سردسته مجاهدین محله امرگز بود، محله‌ای که ستارخان همراه با 17 تن از مجاهدین محله امرگز در مقابل قشون چندین صد نفری، بلکه میشه گفت چندین هزار نفری دولت ایستاد و مشروطه رو دوباره به ایران برگردوند.
niye bu mahalle Bibel'e maruftu? Niye Bibel'e maruf değil? Ona göre maruftu ki bu həmişə Həzzatda qabaqdadır. Mahalle. Məhəlləsi. Həzzatda qabaqdadır. Bu yadvanlar ki, burada vurılıbdır. Bu elə ona görədir ki, buradan Səttərxan qalxıb. Məşrutəni o cür ki, bu başlayıbdır. Bunlar hamısı bu kişinin qeyrətidir. Şeyx Məhəmməd Əli Qəssam, Amir Qasım Çıraqçıdır. Bu Kəbiz Hembağvandır. Bu Amir Əhməd Əlləfdir. Bu Şeyx Məhəmməd Əlidir. Üstəki də Əziras bu tərəfdən olaydı. Məşhəd Kərəmoğludur, Məşhəd Hüseyndir, Kəbə Kazımdır. İki əyasda durub əhsil edir. او تبعیض مبارزه elədi. Əlbəttə tək qaldı ha. Təbrizdə 5-10 nəfər mücahidlərdən var idi. Tənha adam idi ki, Rusum və نیروهای dövləti Məhəmməd Əli Şahın qabağında durdu. Bir də Təbrizin ilkizai نیروlarının qabağında durdu. Səttərxan idi. Səttərxan Qədmin lotularına da Allah rəhmət eləsin. Çinanki Midanid, gəldim bağı şaha, yol. Biritəni öldürdülər, biritəni zindan elədilər. Xülasə məşrutə bütün səthi məmləkətdən getdi Şirindalistan. Heç yerdə qalmadı. Məgər Təbrizdə bir کوچه به نام امیرقز orada bir kəsi به نام Səttərxan Uruslar kökülmüş gəlmişdi, dedi acı qırağın duman alıbdı. Təbrizin sərdarı harda qalıbdı? Sağ olsun oğlan doğanın adını Səttar qoyanı. شما این عکس رو نگاه کنید. اگر این عکس امروز نبود ما چهره ستارخان رو چطوری تصور می‌کردیم، ولی این عکس رو چه می‌بینیم؟ چهره مردانه، مصمم، با اراده. یعنی اگه اراده نداشت از اون طبقه پایین نمیتونست به سرداری مشروطه برسه. در زمانه‌ای که قانون معنایی جز میل شاه و دستور خان و حکم حاکم و فرمایش فراش باشی نداشت و جان و مال و ناموس مردم همه در تندباد بیداد اینان به حراج میرفت، سرکشی و عصیان در برابر این ظلم طبقه بندی شده از شاه تا فراش باشی با هر عنوانی اعم از لوطیگری، یاغیگری و حتی راهزنی و عیاری خود شرافتی محسوب میشد که جوانان و جوانمردان هر دیار خود را برازنده آن می‌دانستند. ستار جوان نیز در سلک لوطیان عیار درآمد. لوطیان جماعتی خودجوش و دیرپای از پهلوانان و عیارانی بودند که قدمت حضورشان در تاریخ به قصه های سمک عیار و پیش از آن میرسید. برخورداری همیشگی از دو وجه اهریمنی و اهورایی در سلوک ایشان قضاوت درباره این گروه بظاهر بی سر و پا را سخت و متناقض کرده است. در میان گروه لوطیان و عیاران نیز مردان و نامردان از هم متمایز می شدند. همراهان ستار و مورخان با انصاف شهادت می دهند که ستار در لباس لوطیان نیز بدنهاد و مردم آزار نبود و آنگاه که به خیال یاغیگری علیه دولت می افتاد در رعایت طریق فتوت و مروت نیک می کوشید و تا جایی که می توانست از کمک به فقرا و ضعفا دریغ نمی کرد. عیاران تو ایران تا حتی دیروز هم فرهنگشون نفوذ داشت. اگر برین خصوصیات عیاران رو بخونین اینا اینو یاد گرفته بود. ولی کی سترخان انقلابی شد؟ زمانی که انقلاب مشروطه شد و تهران مجلسش در خطر بود.
اینی که ستار قره‌داغی چطور شد سردار ملی شد، از اول زمینه‌های لازمش داشت. یعنی وقتی دستگیر بود، وقتی که عیاری میکرد، اون مایه هایی که لازمه سردار ملی شدن بود درش بود. تیرانداز بود، اسب سوار بود، زبونمرد بود، شجاع بود، سخی بود، دست و دلباز بود. حضرت اسماعیل امیرخیزی از ایشون تعریفی داره، میگه که روزها محله خطیب به طور مرتب به توپ بسته بودن. بعد کم مونده بود که مجاهدین شکست بخورن. ستارخان به من گفت که اسب تو بردار بریم. میگه اسب رو که سوار شدیم با هم مستقیم به طرف توپخانه میرفتیم. میگه سرش پشت اسب بود، یه مرتبه تفنگ رو کشید، بعد تیراندازی کرد. 2 دقیقه بعد توپخانه خاموش شد. یعنی دقیقاً وقتی رسیدیم سر اون محل توپچی رو دیدیم که دقیقاً از وسط پیشونیش ستارخان اینو با تفنگ با گلوله زده که باعث شد که روس‌ها عقب نشینی کنن و مجاهدین بیان این توپخانه و اینا رو بگیرن و خیلی از ادوات و آلات جنگی روس‌ها افتاد دست مجاهدین و کمکی کرد در پیروزی مشروطه. Bunu mən həyəti Ərk qələsindən çıxartmışam. Bunlar intizarı da təxribidir. Bunu ki, atardı bücüsünə, topuna, bizlərə mualır. Qudrəti barut ola deyil ki, bunu atırdı. Bu ki, gəlirdi göydən türdü yerə. Siz baxın, mən bunu göy nə fasilədən saldıram yerə. Baxın, kollu saxtaman titirir. Bu gün göydən düşsə kollu məntəqə tuturdar. Toplar o tüşlə düzəlinirdi. Bəli, güllələrin oradan da hala çoxunu gətirmərdilər. Burada rixəcəlik də budur. Budur. Bu toplardır. Bunlar oturuşdilər, cəngi məşrutədə də bu toplardan istifadə edirlər. Var dərslərində. Həmin Mavzer. Bu Mavzerin bədəlidir. Mən bundan qalıb götürmüşəm, çünki mücəssəmə sazam. Qalıb götürmüşəm bunu muzədədir. خونه‌ای که الان درش تشریف داریم خانه مشروطه نام داره. متعلق به حاج مهدی کوزه کنانی هستش. تاجری معروف که 150 سال قبل خونه رو برای اقامت شخصی خودشون ساخته بودن. ولی وقتی که جنگ‌های 11 ماهه در تبریز آغاز میشه، اینجا به عنوان مرکز سری مورد استفاده قرار میگیره. خیلی پیشتر از انقلاب مشروطه در تبریز علی میسیو، رسول صدقیانی و علی دواچی 3 شخصیت مهم و متفکر مشروطه در تبریز انجمن غیبی رو تشکیل داده بودند. ستارخانه دیان مرکز غیبیdir, انجمن əyalətidir. Və hətta onun sözlərindən bir adamdır ki, o anki çox firutanadır, bilirdi ki, harada gərək bunlardan söz eşidir. Çünki mərkəzi qeybinin müstəsərsidə rəisində Əli Misiyodur. Vəli 2 nəfər onu çox, onlar da mavinlərdir, Hacı Rəsul Sədəqiyani ilə Hacı Əli Davaçi. Bunların mavini idi Əli Misiyonun. Və demək olan mərkəzi qeybinin qurulmasında çox nəqşlər olmuşdu. Səttarxanı onlar çox pişirmişdilər. در دوره مشروطیت علی میسیو neçə il əslində فرمان مشروطیت صادرından qabaq با تأسیس مرکز غیبی تبریز fikri o gün eləmişdilər. Təbriz əgər qərar ola bir hərəkət siyasi, nizami در مقابل حکومت istibdadi انجام verə, نیاز olacaq bir تعداد mücahidə, نیاز olacaq bir تعداد fədailə.
وقتی که مجلس به توپ بسته میشه، مردم تبریز میتونن با آمادگی قبلی قیام کنن، چون محمد علی شاه رو میشناختن، میدونستن چقدر شخصیت فاسدی هستش و مبارزه رو ادامه میدن تا پیروزی نهایی. خب بچه ها میدونین که جنگ‌های 11 ماهه جنگ‌های داخلی در داخل تبریز بود. نیروهای دولتی امکانات خیلی فراوانی داشتن. به همین دلیل مردم تبریز بعد از به غنیمت گرفتن مهمات نیروهای دولتی از اینها بر علیه خودشون استفاده می‌کردن. اصل انقلاب مشروطه تو 1323 هجری قمری که شروع نمیشه که اصلش برمیگرده به دوران اصلاحات از تبریز، عباس میرزا. اندیشه ها هستن که ایجاد حرکت میکنن، منتها مردم فیلسوف نیستن، مردم این سربازن، دستور میخوان، نه به فرم نظامی. مردم یک شعارهایی، یک درخواستهای خیلی ساده رو میتونن درک کنن. به خاطر همینم از اون زمان به اصلاحات تبریز شروع شد ترجمه کتاب‌ها، نوشتن نظریات جدید. آدم‌های مثل در حقیقت مستشار الدوله، مالکم خان، مثل میرزاخان کرمانی. پنجاه سال حکومت ملال‌آور ناصرالدین شاه از او که همواره علایق شخصیش را بر مصالح ملت و مملکت ترجیح میداد، شاهی جهان دیده اما عبرت ندیده ساخته بود. ایل قاجار با چشم درانی آقا محمد خان به سلطنت نشست و با چشم چرانی اخلاف او ادامه یافت. میراث سلطنت به ناصرالدین شاه که رسید، باب مسافرت به دنیای متمدن نیز به رویش باز شده بود. در خوشبینانه ترین حالت او میخواست ایران به سوی تجدد تغییر کند، اما خودش که شاه باشد تغییر نکند. شیوه حکمرانی او و شاهک‌ها و شاهزاده‌ها و قوانین محلی نمونه کاملی از تحجر در اندیشه و توحش در رفتار با مردمان یک کشور محسوب میشد. علاوه بر همه این عادات ظالمانه، اعطای امتیازات بی‌رویه به بیگانگان و فروختن مال و ناموس مردم به اجانب نیز بیداد بیشتری بود که داد مردم عادی را نیز درآورده و خشم انباشته ای را در آستانه بروز قرار میداد. معروفترین این امتیازات امتیاز توتون و تنباکو بود که در نتیجه آن محصول ملتی به کمترین قیمت نصیب شخصی انگلیسی به نام تالبوت می شد. Cümbüşü tənbakut در واقع məşrutiyyətə bir müqəddəməyə olur. Müqəddəməyə olur ki, sonra da və məşrutiyyət ayaq tutur və Səttarxan da ki, onu ki buyurdunuz, bəli, özü üçün mərkəzi qeybidənidir. Cəlib ki, Səttarxan, Barxan, Hacı Mehdi Kuzukunani, Hacı Yəsus Sədəqiyani, bunlar özünün mərkəzi qeybidənidirlər. تو انقلاب مشروطه حرکت رو کی شروع میکنه؟ روحانیون. کی اعتراض میکنه تو بازار؟ اعتراضات رهبری میکنه. کجا میرن؟ تو مسجد جامع. بعد کجا میرن؟ تو شاه عبدالعظیم. بعد تو قم. آخرینش به بسنشینی سفارت انگلیسه. اونم به خاطر اینکه تو تهران احساس امنیت نمیکردن جای دیگه ای. تو که همه قبول دارن بهبهانی و طباطبایی رهبریت انقلاب مشروطه داشتن، منتها پشتشون آخوند خراسانی، مازندرانی و تهرانی بودن. اونا در حقیقت هدایت میکردن. ستارخان از کی دستور داره؟ از این سه به اصطلاح مجتهد عتبات. ثقة الاسلام نماینده کیه؟ این سه نفره. تو تبریز حرف کی رو گوش میکنن بیشتر؟ ثقة الاسلام رو.
تبریز شهری خاص بود. این سرزمین هم مرز با دولت روسیه و عثمانی شهر پرورش ولیعهدان قاجار و محل تمرین ستمگری ایشان بر مردم بود و نفرت مردم پرغرورش از ظلم شاهزادگان و وابستگان حکومت همواره این خطه را در آستانه هر گونه قیام و انقلاب قرار میداد. هنگامی که آوازه مشروطه خواهی در تهران بلند شد، تبریزیان با برخورداری از زمینه‌های فراوان تاریخی، اجتماعی و جغرافیایی ویژه خود بیدرنگ به تکاپو برخاستند. صفارایی و تجمع نیروها آغاز شد. چندین گروه سیاسی فعالیت خود را آغاز کردند. انجمن حقیقت که مرکز عملیات ستارخان و یاران مجاهد او شد، از جمله این گروه‌های سیاسی به حساب می‌آمد. محمد علی شاه فتحنامه خود را قبل از هر جایی برای تبریز فرستاده بود. با شنیدن خبر کودتای محمد علی شاه، ستارخان و باقرخان به همراه گروه‌هایی از مجاهدان آماده حرکت به تهران و کمک به مجلس شدند. ستارخان به همرزم همیشگیش اسماعیل امیرخیزی چنین میگوید: من قول میدهم که به تهران رفته بیرق مشروطه را بر بام مجلس بزنم. این جناب ستارخان سردار با لشکر خود، ستارخان یعنی این کارت پستالا را تو فرانسه چاپ میکردن، می آوردن برای اینکه مردم تحییز کنن. یعنی این کارت پستالا فقط جنبه تزیینی نداشته. این تصویر رو نگاه کنید ریزه، ولی عظمت لشکر باقرخان سالار و ستارخان سردار رو نشون میده. زمانی که میخوان برن دیگه میگن دیر شده. مجلس به توپ بستن. یه خبر به میرهاشم دعوتچی محمد علی شاه میفرسته که کی رو به کجا تبعید کردم، طباطبایی رو به مشهد تبعید میکنه، بهبهانی و عتبات 3 نفر مشروط طلب مبرز معروف رو اعدام میکنن. جنگ رو باید شروع کنن. وقتی اینا جنگ رو شروع میکنن به باسمنج مشروط طلبان خبر میدن که برگردید، یه کار از کار گذاشته، به تهران دیگه لازم نیست بریم. اینا میان شروع میکنن به جنگ. وقتی که امیرخیز و شتربان جنگی میکنن، شتربانی حواسشون جمع میشه که دیگه نمیتونن در از 24 ساعت حساب مشروط طلبان تبریز رو برسن و از اونجا جنگ 11 ماه شروع میشه. سلسله جنگ‌های خونینی که به این طریق آغاز شد 11 ماه طول کشید و از پس همین حماسه مشروطه دوم از زیر خاکستر خود سر برآورد. مشروطه چی رو میگه؟ میگه شاه فعالیتش در چارچوب قانون باشه. چرا تو مشروطه سپهدارم حرکت میکنه از به شمال به سوی تهران، با اینکه ضد مشروطه اقدام میکرد. بختیاری هم حرکت میکنن از مرکز ایران، برای اینکه اونا میخوان که در برابر شاه یه حقی داشته باشه. این مسئله موردی است که تا حالا بررسی نشده. همیشه میگن که فئودال ها اصطلاحاً میگن غصب کردن، ولی فئودال ها میخواستن شاه در چارچوب قانون فعالیت کنه، چون فئودال ها هم در برابر شاه بی‌دفاع بودن. Ellerin qaydına qalan, ellerin qaydına
جنگ‌های 11 ماهه میدونیم که مجاهدین قفقازی هم خیلی نقش فعالی داشتند و به مجاهدین ستارخان کمک میکردن و مجاهدین قفقازی با خودشون بمب‌های دستی آورده بودن و برای اولین بار در جنگ‌ها استفاده میشد و وقتی ستارخان اثر تخریبی و اون انفجار اونا رو میدید به اوشون گفت که اصلا انصاف نیست، دور از غیرت و دور از مردونگیه که از این بمب‌های دستی استفاده بکنید. به خاطر همین این حس انسان دوستی اینو نشون میده که گفت آدم بایستی مردونه تو جنگ ظاهر بشه. در انجمن حقیقت خواستند مجروحی رو زخم‌بندی کنند. مجروح اصرار می‌کرد که زخم‌بندی نکنند، اجازه بدن که جون بده. همه متعجب شدند تا اینکه این مجاهد گفت که من فقط با ستارخان میخوام صحبت کنم. ستارخان اومد بالا سر این مجروح، اون رو نصیحت کرد، گفت اجازه بده زخمت رو ببندن. در این زمان بود که این مبارز به ستارخان گفت که من دخترم، نمیخوام لباس از تن بکنم. ستارخان با شنیدن این جمله منقلب شد، اشک در چشمانش حلقه زد و گفت دخترم، من که هنوز زنده‌ام، تو چرا به جنگ رفتی؟ 18 روز نفسگیر از جنگ تبریز گذشته بود. حامیان محمد علی شاه از هر حیله‌ای برای کاستن روحیه مقاومت مجاهدین و مردمی که به آنها پیوسته بودند استفاده می‌کردند. در اقدامی حیله‌گرانه هزاران پرچم سفید به محلات تبریز فرستادند تا هر کس جان خود را دوست دارد یکی از آنها را بر سردر خانه و بام خود برافرازد. به زودی هزاران پرچم سفید بر سردر خانه‌ها به اهتزاز درآمد. شوربختانه این ترفند سخت کارگر افتاد و وضع مجاهدان را به مخاطره افکند. حتی عده‌ای سرخورده اسلحه ها را به زمین گذاشتند و در انتظار حوادث بعدی نشستند. از سوی حامیان کودتا نامه فتح و ظفر نیز به محمد علی شاه فرستاده شد، اما ستارخان و محله دلاورخیز امیرخیز هنوز دست از مبارزه بر نداشته. Olmuş yenə hər şeydən ucuz qan, Sultan ibn Sultan, Xaqan ibn Xaqan, verməkdədir keçmiş kimi fərman, çünki eli qul istirid çarlar, sussun gərə hər quşədə səslər, qəbristana dönmüş yenə İran. Ancaq dayanıbdır qocaman dağ kimi Təbriz, Təbrizdə əmirxiz, bir burada əsil bayrağı məşrutənin ancaq, tutmuş onu Səttar. حاج محمد باقر ویجویه اولین وقایع نگار مشروطه در کتاب تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز میگوید جنگ 2 روزه شنبه و یک شنبه چه اندازه شده که در دیوارهای آنجاها 4 انگشت جای صاف پیدا نیست. به مثال خانه زنبور است. از اینجا خواهند دانست دلیری و شجاعت جناب سردار و مجاهدین شیردل را که چگونه در مقابل هزاران گلوله‌های جانستان ایستادگی و استقامت نموده و بر دشمن چیره و غلبه کردند. ما تو تاریخ جنگ داریم که 2 تا برادر تو سنگری مشغول جنگ بودن، یکی از برادراش قدش کوتاه بود، اون یکی برادرش به اصطلاح کشته میشه، این میاد روی جنازه اون برادر وای میسته که قدش بلند بشه بتونه شلیک کنه، هدفگیری کنه.
و درکی که از ستارخان من خود شخصیت ستارخان به دست آوردم، رهبری خیلی خوب که تونست این مردم رو تبریز و آموزش بده در عرض 11 ماه اینا بتونن اونقدر مقاومت کنن که این جنبش مشروطه رو به پیروزی برسونن. یعنی قوای دولتی که چندین برابر اینا اسلحه داشتن، چندین برابر اینا نیرو داشتن، مجبور به عقب نشینی بکنند. کسروی در تاریخ مشروطه ایران میگوید هر کسی میپنداشت ستارخان یا دستگیر میگردد و یا گریخته جان به در میبرد. هیچ کس گمان نمیبرد که او در برابر آن همه دشمنان خواهد ایستاد و فیروز هم خواهد گردید. راستی همین ایستادگی گردانه ستارخان یک کار بزرگی میباشد. در تاریخ مشروطه ایران هیچ کاری به این بزرگی و ارجداری نیست. Tarixdə səbt olunmuş çox mühüm ittifaqlardan birisi Təbrizdə olan Rus konsulunun Səttarxanla olan müzakirə ittifaqıdır. O zaman ki Paxitanov Rusun sərkonsulu Təbrizdə gedir Səttarxana, özü ilə ağ bayraqları aparır və deyir ki, bunları gətirmişəm, vurasan qapının başına ta canın əmniyyətdə qala. Səttarxan ağ bayraqları Rus konsuluna qeytərir və deyir ki, mən istəyirəm 7 dövlət əmirəl-möminin bayrağı altında yaşasınlar. Siz məndən istəyirsiniz ağ bayraqları vuram qapımın başına. Heç bir zaman belənci bir iş görməmişəm, görmürəm və görməyəcəyəm. بادلرز پرچم‌های سفید تسلیم بر بام‌ها تحقیر و زبونی ایرانیان آزاده‌ای همچون ستارخان و یارانش را در پی داشت. با هر بار نگاه کردن به این پرچم‌های ننگ بر سردر خانه‌ها انگیزه سرنگونی آنها در دلش قوی‌تر می‌شد تا روزی که با یارانش گفت امروز می‌خواهم بروم و بیرق‌های سفید را بخوابانم. اولین پرچم سفید را که نشان ترس و تسلیم بود ستارخان خود با تیر سرنگون کرد و آن پرچم روس بود که یکی از بازرگانان بر سردر خانه خود افراشته بود. تا غروب همان روز این کار توسط یاران ستارخان و بعد هم به کمک خود اهالی شهر که نیرو و جسارت و شجاعتی تازه یافته بودند ادامه یافت. این حرکت دلیرانه در شرایطی که کنترل شهر در دست تفنگچیان دولتی و اوباش هوادار استبداد بود بسیار پرخطر و تکان دهنده می‌نمود، به خصوص که در آن شرایط حساس کشتن یا دستگیری ستارخان توفیقی بزرگ برای هواداران استبداد به حساب می آمد. İşte Səttarxan baxız İranı ehya eylədi. Türkülük, İranlılıq təklifini ifa eylədi. Bir rəşadət, bir hünər göstərdi, dəva eylədi. Dövlətin bir eynini dünyada rüsva eylədi. Qaçmayıb pərvanə tək otdan demə pərvanədir. Afərinim himmət-i valay Səttarxanədir. Cipədən geydirik, hamı ceyiblərimin yolunda durublar ki, uşaqlarını görsünlər biri, namizədin görsün, gör bir dana arba ki zatdır, oğlu yoxdur. Deyir ki, Sərdar mənim oğlum hanı, çox qəşəkdə hazırca almış, gözəl cavab verən. Deyir ki, oğlun kimdir? Elə bir Cəfərəm, Cəfər çörəkçi. Gözləri dolur, deyir ki, Cəfəri verdik, azadda aldıq. Yol, nənə istir yıxılsın. Daldan arvadda yapışır neysən, istən Sərdarın narağın eləyəsən. Bu qədər bunu söylədilər. Baxmazdı yerinə bağlı, baxmazdı yerinə bağlı. Səttarxandı, 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 Səttarxandı. دربار محمد علی شاه از این شکست آگاه شد و وحشت زده به تکاپو افتاد. شادی شاه قاجار به هراس و وحشت تبدیل شد. دستپاچه دستور داد که تا ورود قوای تهران نگذارید ننگ شکست به جهت قشون شاهی در آذربایجان بماند. ستارخان با توانایی در قدرت هدایت نیروهای مشروطه توانست نیروهای دولتی را از تبریز عقب براند و زمینه‌های فتح تهران را به وجود بیاورد. خبر قیام گیلان و نیز قیام بختیاری‌ها در اصفهان موجب دلگرمی مجاهدان تبریز شد.
مجاهدین بختیاری با حرکت به سوی تهران و با همراهی مجاهدین شمال به فرماندهی سپهدار اعظم که در نزدیکی تهران به هم پیوستند، پس از شکست مقاومت نیروهای استبداد صغیر موفق به فتح تهران شدند. محمد علی شاه قاجار ناتوان و ترسان در برابر آزادیخواهان به سفارت روسیه پناهنده شد و لیاخوف روسی تهران را به فاتحان تسلیم کرد. محمد علی شاه از سلطنت عزل و فرزند 11 ساله وی احمد میرزا به عنوان پادشاه معرفی شد و بدین ترتیب دوره استبداد صغیر به پایان رسید. بر اثر جانبازی‌های مجاهدان آذربایجان به سرکردگی ستارخان بود که فاتحین تهران دست به تشکیل دولت زدند. در واقع تحقیری که بر اثر بمباران مجلس و استیلای استبداد صغیر به کشور تحمیل شده بود، با دلاوری و از خودگذشتگی مردم تبریز و در پیشاپیش آنها ستارخان شسته شد. مخبرالسلطنه حاکم اعزامی از سوی مشروطه طلبان که از ابتدا با ستارخان ناسازگار بود، با فتح تهران مقدمات اعزام ستارخان و باقرخان را به پایتخت فراهم نمود. در این ماجرا کنسولگری روس و انگلیس نیز با مخبرالسلطنه هم داستان بودند. سرداران دلاور تبریز، ستارخان و باقرخان با تلگرافی که از سوی دولت جدید برایشان ارسال شد، هر کدام با 50 سوار در میان استقبال با شکوه و بی‌نظیر مردم وارد تهران شدند. مردم برای قدردانی از سرداران مشروطه در تمام شهرهای مسیرشان طاق نصرت‌ها و آذین‌بندی‌های مجلل به پا کرده بودند. پیران تهرانی می‌گفتند در طول مدت عمرشان برای هیچ پادشاهی چنین جشن و استقبال مردمی و با شکوهی ندیده بودند. مجلس جدید سپاسنامه‌ای در قدردانی از ایشان به آنها تقدیم کرد. سخنان ستارخان به هنگام دریافت این سپاسنامه جلوه‌ای دیگر از مناعت طبع و خاکساری این عیار مشروطه است. آقایان محترم، سالار ملی و من به نام 2 خادم مردم از ملت ایران تشکر می‌کنیم. اما تنها ما 2 نفر نیستیم که برای مشروطه جنگیدیم. مردان بسیاری برای آزادی ایران مبارزه کردند و جان دادند و خون هزاران جوان ریخته شد تا مشروطه دوباره جان گرفت. ما می‌خواهیم ملت ایران تجلیل از باقرخان و مرا تجلیل از همه مبارزان وطن بداند و ما را فقط به عنوان نماینده خادمان ایران بشناسد. بعد از پیروزی انقلابیون ستارخان گفت بابا باقی رو اونجا بدید من برم اونجا باغبانی کنم، هر وقت کار شد بازم در خدمت شما هستم. خلاص اونم در مقابل اون خدمات ایشان اونم متاسفانه مخبرالسلطنه از اون مزایده چشت. بعد از گذشت مدتی از حضور باقرخان و ستارخان در تهران، به پاس احترامشان دولت نوپای مشروطه پارک اتابک را برای اقامت ستارخان و باغ اشتتابات را برای اقامت باقرخان در اختیار آنها قرار داد.
ترور آیت الله بهبهانی که به اعتراض ستارخان و باقرخان انجامید، اختلاف افکنی دولت انگلیس و بسیاری از اتفاقات ناگواری که موجب نابودی روح واقعی مشروطه خواهی شد دست به دست هم داد تا با قهرمانان ملی و حماسی ستارخان و باقرخان برخوردی ناروا و در نهایت ناجوانمردانه شود. یه عده میگن که این توطئه بوده که اینو تهران بکشن. تو انقلابات همیشه اتفاقات از لازم نیست که توطئه‌ای در کار باشه، چون یه جناحی میاد از این جناحی که محبوبیت داره میترسه، میخواد اینو به اصطلاح از بین ببره. یه عده استدلال میکنن که چون مجاهدین تو تهران شلوغ‌کاری میکردن، مسلح بودن و همشون هم آدم‌های مثل ستارخان نبودن، به خاطر این اتفاق افتاد. ولی اون طرف هم همچین منطقی نبود. کم کم مجاهدان از دایره کارها بیرون می رفتند. در عوض کسانی میداندار می شدند که تا روز فتح تهران به دست مشروطه خواهان در جبهه استبداد جای داشتند. حضور عناصر خودفروخته و مغرض در مجلس و مداخله و اخلال آنها در روند استقرار حاکمیت قانون و مشروطه مبتنی بر خواست مردم صدای اعتراض و هشدار ستارخان و باقرخان را درآورده بود. بارها با میانجیگری، نصیحت و روشنگری تلاش کرده بودند تا از انحراف انقلاب مشروطه جلوگیری کنند. تصویب قانون خلع سلاح از مجاهدین که در ابتدا موافقت ستارخان و باقرخان را نیز در پی داشت، با مخالفت منطقی برخی از مجاهدان روبرو شد. ستارخان خود در اولین سخنرانیش در مجلس و در پی وضع این قانون گفته بود: من به غیر از قانون هیچ فامیل و آشنایی ندارم، و در جای دیگر گفته بود: این دولت را ما خودمان برانگیخته‌ایم، شایسته نیست که با او نافرمانی کنیم. غوغایی برپا شده بود. امید میرفت غوغا به آسانی فرو خواهد نشست. ستارخان دستور داد نامهای مجاهدان را بنویسند و تفنگ‌ها را یک یک گرفته در اتاقی گرد آورند. در ایجاد موج مخالفت با تحویل سلاح، حضور مشکوک دو عضو سفارتخانه عثمانی به نام جمیل بیک و جمال بیک در جمع مجاهدان و تحریک ایشان برای تن ندادن به تحویل اسلحه منجر به ماجراهای دردناکی شد. غالب استدلال مخالفان خلع سلاح که مجاهدین ستارخان بودند این چنین بود: این اسلحه های دولتی را با خون پدران و فرزندانمان از چنگ دشمنان مشروطه درآوردیم، پس رایگان تحویل نخواهیم داد. این خواسته دولت بیدادگرانه است، مخصوصاً که تفنگچیان سردار اسعد و سپهدار از این قانون مستثنا شده و این تبعیض نارواست. استدلال مجاهدان ستارخان را نیز مردد و دودل ساخت. اعلان از طرف اداره نظمیه است 1328 قمری که قبل از این هم تصمیماتی گرفته شده بود که مجاهدینی که در تهران هستن خلع سلاح بشن، که سر همین اعلامیه واقعه پارک اتابک اتفاق افتاده. 12 مرداد 1289 وزارت جنگ ابلاغیه‌ای به نظمیه صادر کرد که افراد مسلح میبایست حد اکثر ظرف 2 روز سلاح خود را به نظمیه تحویل دهند. مجاهدینی که از این حکم تمرد و تأخیر نمودند در اعداد اشخاص غیر مطیع محسوب می شوند. بنابراین نظمیه به تکلیف خود در مورد آنها رفتار خواهد کرد. وزارت جنگ. در این میان نه سردار ملی از توطئه بویی برده بود و نه اطرافیانش خطر را جدی گرفته بودند. ستارخان موضوع را ساده گرفت و گفت: مگر بابت 300 تفنگ مردم را خواهند کشت؟ محبوبیت ستارخان به درجه‌ای رسیده بود که همین محبوبیت خود یک عامل مهمی شد در اینکه ستارخان رو نتونن تحمل کنن. و چه کسانی ستارخان رو تحمل نکردن؟ همون مشروطه خواهانی که تا دیروز از او به عنوان سردار ملی یاد می‌کردن. روز یکشنبه 14 مرداد 1289 شمسی مصادف با سالگرد مشروطه، مهلت 48 ساعته تحویل سلاح پایان یافته، تلاش‌ها برای مصالحه نافرجام ماند و سیم‌های رابطه قطع شده بود.
ستارخان مخالف جنگ با نیروهای دولتی بود. اما انقلابی نماها که ستارخان و پایمردیش بر آرمانهای مشروطه را مانع بزرگی بر سر منفعت طلبی‌های پیش روی خود می‌دیدند، بی‌محابا به پارک اتابک که حالا پناهگاه همه یاران ستارخان شده بود هجوم بردند. نیروهای دولتی پارک اتابک را محاصره کردند. ستون فقرات این نیرو افراد نظمیه و بختیاری ها به فرماندهی سردار بهادر بودند. روی هم رفته نیروی 1000 نفری دور پارک را گرفته بودند. چند توپ و مسلسل نیز در اطراف گذاشته بودند. از حدود ساعت 2:30 بعد از ظهر درگیری آغاز شد. نیروهای دولتی به سوی پارک آتش گشودند. تعدادی از مجاهدان با آتش آنان پاسخ دادند. تیراندازی 7 ساعت طول کشید. ستارخان و باقرخان وارد آن ماجرا نشدند. پس از چند ساعت ستارخان و باقرخان پیامی برای سمسام السلطنه فرستادند. اما پیش از آن که پاسخی برسد، نیروهای دولتی به درون پارک ریختند. رویدادها به زیان ستارخان و مجاهدان پارک اتابک پیش می‌رفت. متحدان سیاسی سردار ملی که متوجه تیرگی وضع خود و عزم دولت برای خلع سلاح یاران ستارخان شده بودند، یکایک خود را از او کنار کشیدند. در آن لحظه ستارخان هیچ پشتیبان سیاسی نداشت. او سرداری تنها بود. سرداری تنها مانده بود. ستارخان برای دفاع از خود ناچار تفنگ به دست گرفت. گفته می شود تفنگ ستارخان در این روز 5 تیر بیشتر نداشت و او مثل همیشه در این روز هم هرچه از لوله تفنگش روانه کرد جز به هدف جای دیگر نرفت. و این آخرین تیراندازی قهرمان مشروطه بود. درگیری بالا گرفت. ستارخان یک بار دیگر برای سرکشی به سنگرهای پشت بام به سوی پلکان رفت. هنوز چند پله‌ای طی نکرده بود که ناگهان گلوله‌ای صفیرکشان استخوان پای او را شکست. تیر نو دولتیان ستون خیمه قانون و مشروطه را هدف گرفته بود. مشروطه از پا افتاد. فردای آن روز در کوچه های تهران مجاهدی دیده نمی شد. مردم تهران از این پیش آمد ناراحت بودند. همه می دانستند که ستارخان تمایلی به جنگ نداشت. وگرنه کار به آن آسانی پایان نمی پذیرد. در روایات تاریخی آمده است که قوام السلطنه وزیر جنگ در سراسر مدت زد و خورد نزدیک پارک اتابک در کالسکه‌اش نشسته بود و بر اوضاع نظارت می‌کرد. همین که کار به پایان رسید، او نزد عین‌الدوله و فرمانفرما شتافت و خبر شکست مجاهدان و زخمی شدن ستارخان را به آنها داد. شیرمردی که از آن همه جنگ‌های سخت گزندی ندیده بود، در پایتخت فتح مشروطه و شگفت آورتر در روز سالگرد امضای فرمان مشروطه از سوی مشروطه طلبان زخمی جانکاه برداشت. ولی به هر حال میدونید که تو موضوع سیاسی همچین اتفاقا میفته. متاسفانه در پارک اتابک پای ستارخان تیر خورده. هنوزم مشخص نشده کی زده، عمدی بوده غیر عمدی بوده. در هر صورت سردار چندین ماه مریض بوده، تو بستر بوده تا نهایتا یه طبیبی از تبریز اومده دیدی که یه پوستی روی پاش گذاشتن و اون دکتر ناراحت شده گفته سردار این چیه؟ گفته من اینجا که کسی رو ندارم. این جمله خیلی جالب و غم انگیزه که ستارخان سردار ملی کمه میشناختنش، در پایتخت میاد میگه که من که اینجا کسی رو ندارم.
یعنی مشخصه که رجال اون موقع به ستارخان سر نمی‌زدن، احوالش رو نمی‌پرسیدن. نجوایش با همرزم همیشگیش باقرخان و درد دلش با او پس از فاجعه پارک اتابک نهایت سرخوردگی و ناراحتی او را بعد از آن همه رشادت‌ها بیان می‌کند. دیدی سالار، آن همه مبارزه و جانبازی و این همه قدر ناشناسی و نامردی، هیچ به فکرم نمی رسید که ممکن است یک همچون حادثه‌ای هم پیش بیاید و یاران ما را دست دسته به خاک و خون بکشند. مشروطه‌ای که می‌خواستیم این بود، رعیت‌ها در راه مشروطه کشته شوند تا خانها و ارباب‌های ایل قاجار حاکم شوند. بعد از واقعه پارک اتابک که پاش زخمیه و در تهران زندگی میکرد با اون پای زخمی و روس‌ها وارد تبریز شده بودن و کار رفته رفته داشت بدتر میشد، با اون پای زخمی میره دیدار دشمن دیرینش عین‌الدوله که وقتی عین‌الدوله با تعجب ازش میپرسه که چه عجب و دیدن من اومدی، میگه که من اگه قبول بکنی در رقاب تو میام با هم بریم تبریز، شما والی اونجا بشه و این بهتر از اینه که روس‌ها اجنبی چیرگی پیدا بکنه و تبریز رو بگیره. ستارخان آرزوی رفتن به دیار دلاورخیز خود را داشت، اما ظاهراً این امکان و اجازه را نیز از او گرفته بودند و سردار امیرخیز را نانوشته به تبعید مجبور کرده بودند. خبرهای ناگوار از تبریز تمامی نداشت. آزار و اذیت همشهریانش توسط نیروهای روس، اعدام سقط الاسلام، اعدام برادر و 2 برادرزاده‌اش، انفجار خانه‌اش با دینامیت توسط دولت روس، خبر قتل یارغارش باقرخان در مسیر کرمانشاه، همه از شیر زخم دیده تاب و توان مضاعف می گرفت و معالجه پزشکان برای درمان پای زخمیش افاقه نمی کرد. شکسته çöllemeyi belə bir kırçaman, çok gördüm dostlarında yüreği yaman. Eller vurgun dey bay bala yaxtaran zaman, çarçıban qaralar bağlarsın yüreği. Oğlum kurbanın oğlum yaralı bağlamayı bağlamayı. عصر روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 1293 شمسی، پشت پنجره بادی طوفانی می‌وزید، سپس رگبار پاییزی باریدن گرفت. قطره‌های درشت باران به شیشه‌ها می‌خوردند. در سر و صدای طوفان، صدای سردار خاموش شد. ما الان در جاده ورزخان احر هستیم، داریم به روستای سردارکندی نزدیک میشیم. این روستای سردارکندی تا سال 79 اسمش روستای بیشک بود که در سال 79 فرماندار ورزخان با صحبت‌هایی که با وزارت کشور کرد پیشنهاد داد که به احترام ستارخان اسم اینجا رو سردارکنده بذارن که قبول کردم. تقریبا طبق تحقیقاتی که انجام شده خونه مادری ستارخان این منطقه بود، ولی با این وجود دقیقا نمیشه یقین حاصل کرد که حتما درست این نقطه بود، چون افراد مسنی که تو این روستا زندگی میکنن توضیح دادن که خونه ستارخان اون ور رودخونه قرار داشته، یعنی کل این روستا اصلا اون ور رودخونه بود. طی این 100 سال گذشته چندین بار که زلزله رخ داده باعث شده که روستا کوچ کنه و اینجا مستقر بشه. مرگ ستارخان عیار مشروطه را نیز نشان داد. مرگی که همچون پایان زندگی همه پهلوانان حماسی و غمبار است. مرگی که معمولاً مردم تا زنده‌اند آن را باور ندارند
و رمز ماندگاری و حیات جاوید این مردان در دل مردمان نیز همین ناباوری است. siz Haçxan yas. اسم من ستار سردار ملی نوه ستارخان هستم. پدرم یعنی سردار ملی هستم. شغلم بانشسته هستم. بانشسته کمپرسور سازی تبریز. من بهرام سردار ملی نوه ستارخان و پدرم یدالله خان سردار ملی. کار من شغل آزاد تجارت. من حمید رضا سردار ملی هستم. نتیجه ستارخان سردار ملی. شما هم بیاین جلوتر و خانم دیده بشه. بشین پسرم اینجا. خب شما هم جوان زکیه خداوردی همسر آقای ستار سردار ملی نوه ستار. من سامی سردار ملی نتیجه ستارخان هستم و شغلم کارشناس بیمه خدمات هستم. من فریبا فرهنگی همسر آقای سامی سردار ملی که نتیجه ستارخان هست. من سیامک سردار ملی نتیجه ستارخان سردار ملی. سنم سردار ملی هستم نتیجه ستارخان دانشجوی فوق لیسانس شیمی. O uşağım gelsin burada dursun. Ya. Serdar Melli. Adın ne mənadır? Beni əmiyə ucadım. Adı Sanaydı. Şöhrətin nə mənadır? Serdar Melli. Serdar Melli. Bu kimin mücəssəməsidir? Ağbaba. Ağbabanın adı nə mənadır? Sattarxan. Ay sağ ol. Səndəli verə xanım. بفرمایید خانم. یه کمی عقب‌تر لطف کنین که همه دیده بشن. عالی عالی. آفرین. یه ترتیبی بدیم که خوب شد. عالی. خیلی خوشحالم که امروز با این دوربینی که سالها قبل سرداران مشروطه طلای این دوربین وایستادن و عکسشون گرفته شده مجدداً از نوه ها، نواده ها و خانواده های محترم شهدای عزیز مشروطه که یادشان گرامی باد، روانشان شاد باد، من یه عکس دست زمین میگیرم. خب تکون نمیخوریم. 1 2 3 آماده.